امت اسلام کجا میری؟ عزیز دلم، من تو رو نمیشناسم، اما تو عزیز منی، برادر منی. پدر و مادر تو منو به دنیا نیاورده، من از شکم مادر خودم به دنیا آمدم، اما تو برادر منی، من تو از شکم اسلام در آمدی. بعد از من میفهمی این قطرات عشقی که امشب من اینجا دارم میزم تو ارمون، نه بخوام توی که جیبم خالیه، میخوام تو جمع بکنم، نه به خاطر تو که با دست خالی نری، بدون توبه وارد الحد نشی. فقط یارب هر کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. یه بار دیگه یک فرصتی دیگه تا نشنیده بودی اشکال نداره، معذوری، اما الان شنیدی چی؟ بذار دست تو این دست، بر نمیدی، ایشالله که خوب دیدی. در خونتو باز بکن به سوی علما، افرادهای خوب بیاد تو خونه، افرادهای خوب با بچه ها دوست بکن، همنشینی با خوبان دیگه تا بچه و دختر و پسر تو با خوبان عادت بکنه و شرم حیاشون از دست نده و نباته. فیلم های زشت و منتظر ویدیو تو خودم نیا، نوارهای موسیقی و ترانه، عکس هنرپیشه ها و فوتبالیستایی که نماز میخونن از هر ملیتی که باشن، نه، کافر پرست نباش، خدا پرست باش. بچه که با ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر آشنا بکن، بشین وسطشون قصه ابوبکر بگو، قصه عمر بگو، قصه عثمان بگو، قصه حیدر بگو. حضرت علی در سن 10 سالگی اسلام آورده عزیزان من، 10 سالش بود، 6 سال داشت که رفت تو خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم. 10 سال من رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیامبری مبعوث شد. اولین کودکی که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله حضرت علی 10 سال عمر داشت. یه روز دید که رسول الله صلی الله علیه و سلم و ام المؤمنین خدیجه دارن نماز میخونن تو خونه برای اولین بار. تعجب کرد، تو نماز رکوع و سجود زبانشون لبشون داره تکون میخوره، چه دارن میگن؟ این حضرت علی 10 سالش بود، نگاه کرد شد. وقتی سلام دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه علی شد. علی رسول الله حضور در جماعت صلی الله علیه و سلم گفت علی ما رو دیدی؟ گفت چکار میکنی ای رسول خدا؟ 10 سالش بیشتر نیست. گفت ما نماز میکنیم، عبادت رب العالمین میکردیم. بعد گفت علی اسلام بیا، 10 سالشه، عرضه کرد برش اسلام. گفت علی فرزندم پسرم اسلام قبول بکن، اسلام بیا، شهادتین بگو. حضرت علی میدونست که رسول الله صلی الله علیه و سلم دلسوزشه، گفت قبولمه، من دلسوزی تو رو قبول میکنم، اسلام میارم، 10 سال بیشتر گوش بده. گفت اما من برم با بابام، عبدمناف اسم باباش بود، ابو طالب. گفت برم با بابام مشورت بکنم چون من بدون مشورت بابام کاری نمیکنم. گفت اجازه هست؟ گفت ابو پسرم. رفت بیرون که بره با باباش مشورت بکنه که بیاد شهادتین بده، بدون مشورت باباش کاری نمیکرد. یک شب قدم رفت، علی برگشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت علی با بابا مشورت کردی؟ گفت نه. تو زود برگشت؟ گفت بله. یک چند قدم رفتم یه چیزی یادم آمد به ذهنم. گفت چی آمد؟ گفت من به ذهنم آمد که روزی که خدا رب العالمین میخواست منو خلق بکنه با بابا مشورت نکرد، منو خلق کرد. خوب گوش بدید بچه 10 ساله. گفت من فکر کردم بیادم خانه پیش بابا که مشورت بکنم آیا من مسلمان بشم یا نشم، خدا رو بزرگ کرد و نبرستم. بعد یه دفعه تو ذهنم آمد که روزی که خدا منو خلق کرد رب العالمین از بابا مشورت کرد، تردید نکرد. نه، منو خلق کرد بدونی که بابا مشورت بکنه.
بعد فکر کردم آیا چنین خدایی که منو خلق کرده بدونی که مشورت بکنه با بابای من، آیا من برم برای پرستش چنین خدا و عبادت و بندگی چنین خدایی با بابا مشورت بکنم؟ با بابا مشورت نیاز نداره. آمدم که بگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. بچه 10 ساله، بچه ها من تربیت طعم عفوك يوم لا بنونا ولا ما